اومدم پرچم زدم برای دوئل. یه نفر اومد لولش 350 بود، گام میتیک داشت و لجند داشت و از اینجور چیزا. رفتم باهاش دوئل زدم، واقعا حریف سرسختی بود. میرفتم چپ منو میزد، میرفتم راست منو میزد، هر جا میرفتم منو میزد، اصلا نمیفهمیدم از کجا میخوردم. خلاصه بگم دست اول به سختی 21 من، 22 حریف باختم. اولش گفت که خیلی نوبی، بعد بهم گفتش که داداش بذار یه دست دیگه بریم. منم گفتم باشه یه دست دیگه بریم. رفتیم واسه دست بعدی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و ساب کنید. دمتون گرم.